السلام علیکم دوستانی عزیز. سلام خودم را به همه آن تاجیکان روی دنیا میرسانم. به همه تاجیکان خیرخواه روی دنیا میرسانم. راستی دوستانی عزیز، به نهایت زیق هستم برای آن که این اپای ما در بستر بیماری قرار دارند. تلاش برای حیات برده ایستادن دوستانی عزیز، این کاری شوخی نیست. از همه شما احترامانه خواهش میکنم که همین ویدیو را پدیلیت کنید تا که آدمانی خیرخواه، آدمانی که دستیاری دراز میکنند، ویدیو به آنها هم رسد، آنها هم بینند و دستیاری خود را دراز کنند به این اپای ما. حییتا و سریا رفشنونا 8 ایونی سال 1988 به عالمی هستی چشم گشودند. این اپمان ساکنی ولایت سوخت می باشند دوستانی عزیز. عین حال در بیمارخانه قرار دارند. از همه شما احترامانه خواهش می کنم که به این اپ جان ما کمک کنید. اگر که کمک کرده نمی توانید، در حقشان یک دعای نیک کنید که خدای مهربان شفای کامل تهیه به این اپ جان ما. بیایید از زبان خودشان میشنویم چی درد دارند. برای جراحی چند سوم پول در کار است. از زبان خودشان میشنویم. السلام علیکم همدیاران. منبع یاردم تیتان دلم کسل. من دلم پرسه کردم در کار خود بیام دلم کسل بردن. اما نگردد خدا گردد. زی آرزه حواستم باشد، آرزه حواستم برساند خدا. التماس منبع یاردم تیتان. من باور نکردم کاغذام های. من باور نکردم کاغذام منه. التماس منبع یاردم تیتان. من کاغذام پراکای منه. من همش تاییار کاغذام منبع یاردم تیتان. من کاغذام تاییار نه. التماس منبع یاردم تیتان. اما نگردد خدا گردد. منبع یاردم تیتان دلم کسل. دکتر بیام جراحی دل سدیان اپراسه کردم در کار جراحی دل. منبع یاردم تیتان. من دادم کتی ماندگی وام نیست. التماس منبع یاردم تیتان. من باور نکنیدان من خود جلدنده خواه رفتیم. من بانیسا من التماس منبع یاردم تیتان. من التماس منبع یاردم تیتان. منبع یاردم تیتان. دکترها 22,000 سامان پرسادیان جراحی با التماس منبع یاردم تیتان. تستر کرندر کار جراحی. دکترها گسادیان که تستر جراحی کرندر کار گسادیان. التماس منبع یاردم تیتان. اما نگردد خدا گردد. زی آرزه حواستم باشد، آرزه حواستم برساند خدا. التماس منبع یاردم تیتان.